بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز. خب امروز برای طلسم ثروت خیلی قدیمی، طلسم احرون و محرون خدمت شما هستیم. بزرگان علوم غریبه فرمودند برای جلب مال و حب این دو اسم را در شرف زهره بر انگشتر نقره نقش کنید و در انگشت کند و اثر آن را ملاحظه نماید. بر روایت دیگر اول پشت به پشت در ثانی و این که عرض کنم خدمتتون که نوشته که حروف باید گشاده باشه. مشخصه که منظورش این هست که شما اگر میخواید میم رو داشته باشید، برای داشتن میم فقط کافیه که میم رو به جایی که این شکلی بنویسید این شکل بنویسید